به نام خدا. سلام به دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در درس دوم از فصل 8 با بحث هرم آشنا میشیم. ببینید بچه ها، هرم یه جسم فضایی هستش. وجه زیرینش که اینجا سبز رنگه اسمش قاعده است. سایر وجه ها که اینجا صورتی رنگه وجه های جانبی هستن که توی یه نقطه به اسم رأس هرم مشترکن. ببینید الان اینجا یه هرم دارم، قاعدش که وجه زیرینشه سبز رنگه به شکل مستطیله، وجه های جانبی هم صورتی رنگن. وجه های جانبی تو هرم همیشه به شکل مثلث هستن. قاعده ی هرم هم یک چندزلی محدبه. چندزلی محدب اگه یادتون باشه چندزلی بود که هیچ کدوم زاویه هاش بیشتر از 180 درجه نبودش. خب الان اینجا قاعده ی هرم من به شکل مستطیله. توی این هرم قاعده ی هرم من به شکل مثلث هستش. یه مثال دیگه ببینید، توی اینجا قاعده ی هرم من به شکل مربع هستش. قاعده ی هرم من میتونه 3 ضلعی، 4 ضلعی، 5 ضلعی، 6 ضلعی، هر چند ضلعی باشه که شما دلتون میخواد. منتها وجه های جانبی همیشه به شکل مثلث هستن. حالا مطلب بعدی اینه که اگه قاعده هرم من چند ضلعی منتظم باشه، مثل اینجا که قاعده هرم مثلث متساوی الاضلاع بود، یا مثل اینجا که قاعده هرم به شکل مربع بود، ما میگیم هرممون. حالا بحث بعدی هرم منتظمه. ببینید اگه قاعده هرم من یه چند ضلعی منتظم باشه، مثل اینجا که 3 ضلعی منتظمه، اینجا قاعده من 3 ضلعی منتظمه، مثلث متساوی الاضلاع، وجه های جانبی هم که صورتی هستن با هم نهشت باشن، ما میگیم این هرم هم نهشت. ما میگیم این هرم منتظمه. ببینید 2 تا شرط داشت، هم قاعده باید چند ضلعی منتظم بود، هم وجه های صورتی باید با هم دیگه هم نهشت بودن. الان یه مثال دیگه از هرم منتظم براتون بزنم. الان اینجا قاعده ی هرم من 4 ضلعی منتظمه که مربع هستش، وجه های جانبی هرم هم که صورتی رنگ هستن مثلث های هم نهشت هستن. مطلب بعدی هرم منتظمه. ببینید بچه ها، اگه قاعده هرمتون یه چند ضلعی منتظم باشه، مثل اینجا که قاعده هرم من سبز رنگه و به صورت 4 ضلعی منتظمه مربع، و همچنین وجه های جانبی که صورتی هستن با هم دیگه هم نهشت باشن، ما میگیم این هرم ما منتظمه. یه مثال دیگه از هرم منتظم بزنیم. ببینید الان اینجا قاعده ی هرم من 3 ضلعی منتظمه که مثلث متساوی الاضلاع، وجه های جانبی صورتی رنگ هم مثلث های هم نهشتی با هم هستن. الان هر 3 تا وجه جانبی با هم نهشتن. پس این هرم یه هرم منتظم هستش. پس 2 تا هرم منتظم الان مثال زدیم. اینجا قاعده 3 ضلعی منتظم بود، اینجا قاعده 4 ضلعی منتظم بود، ولی میتونید 5 ضلعی منتظم، 6 ضلعی منتظم، همینطور هر چند ضلعی منتظمی در نظر بگیرید برای قاعده. اگه قاعده چند ضلعی منتظم باشه، وجه های جانبی هم با هم دیگه هم نهشت باشن، ما میگیم اون هرم منتظم. مطلب بعدی ارتفاع هرم هستش. ارتفاع هرم در واقع فاصله رأس هرم تا قاعده هستش. برای اینکه شما فاصله رأس هرم تا قاعده رو پیدا کنید، کافی از رأس هرم به قاعده هرم یه پاره خطی و عمود کنید. اون پاره خطی که الان داخل این هرم هست و از رأس هرم به قاعده هرم عمود شده، اسمش هست ارتفاع هرم. برای پیدا کردن حجم هرم هم کافیه مساحت قاعده هرم ضرب در ارتفاع هرم تقسیم بر 3 بشه. مثلا فرض کنید یه هرم داریم، مثلا اینجا یه هرم دارم من، مساحت این قاعده سبز رنگ به من گفتن مثلا 300 هستش. ارتفاع هرم هم که فاصله رأس هرم تا قاعده هستش به من گفتن مثلا 20 هستش. وقتی حجم این هرم رو از من میخوان، کافیه 1/3 ضرب در مساحت قاعده هرم ضرب در ارتفاع هرم بشه.